120 کیلوش میکنم با یک انگوش میزنم. تو خنده داری با قرآن. معلومه چیکار میکنی؟ چه سر صدایی میکنی؟ داداش اشتی سر ما رفیق از سر صدا میکنی. چی و وزنی از سر صدا میکنی؟ شما کارتو بکن شما ربطی نداره. اولا ادب داشته باشه داشتان، دوما یک صدام میدیم اینجا کار کنیم همون جور دیری آه و ناله میکنی که فقط میگه چند کیلو هست. چند کیلو برای هم وزن خودته. خودت چند کیلویی؟ چند کیلو برای شما نمیخواه بزنی برای شما همون به دستت همون چیه دلره چیه هر چی هسته برای شما سنگینی میکنه برای چند کیلویی؟ چند کیلو 80 برای داداش ببخشید دیری تمرین میکنی ها. شما چند کیلویی؟ و کلا میشه 140 کیلو. میام 140 کیلو مثلا. برای شما همون بالا واستا شما خیلی بالا نمیخواه بزنی. میدونه دیگه. داداش بذاریم. داداش برای شما همون بالا اصلا فعال یک برداشتی. کاریم خیلی بکنم کرکو پرت بریزه. چی کار میکنی؟ 120 کیلوش میکنم با یک انگوش میزنم. تو خنده داری با قرآن خیلی هم. شما همون بالا وایسا بذار بداش همون در بذار رو بذار. داداش الان مزنی خودت داغون میکنی بیا برو بالا. اب نداره. برای شما برو بالا اب برو. نداره آقا به پای خودم. بسی اگه زدم چی؟ زدی نگاه کن ما مغازه دارم هر چی دوست داشتی بیا تو مغازم بردار. اگه نزدی چی؟ 1 سال رایگانی باشگاه رو تعمیر میکنم. خوشه برا. خوبه؟ خوش. بیام تو مغازت هر چی تو حالم بود برمیدارم. بردار برا. چه شاهد بشه. Nossa, essa do fim de semana. داشتان چی شد؟ که بیام شرط بگیرم. درست داداش شب بیا در مغازه برا بهت بدم. شب نمیام همین الان. باشه. بریم لباس برت بود. چرا هم لوازم مامونم بیا. خب سلام داشتای گلم. این شرط دیروز که تو باشگاه با آقا محمد بستیم آمدیم هرچی تو حال مایه ورداریم. بریم سر داشتان ما یک شرطی بستم برا. اینو مخواست نبندی گفتی هرچی تو حالته وردار. یا حالا یک شوخی کردم دیگه برا. مخواست شوخی نکنی. اینو چی؟ داداش هر چی توالته وردامونی برا یک ما تعیین نکردیم که نمی‌دونی چی ورداریم چی. چی نداریم هر چی اینا تو حال ما چی بشه میگه؟ اینا امید چی دو میگه؟ تا باشه. دستا ورد داشت ما یک پلی فور خانه درم دستا نداره بیرونه دیگه یک شرط برا، یک درک. تو امید باشگاه اسپیکر نگفتی؟ امید اسپیکر بالا مگه تو باشگاه اسپیکر نگفتی هرچی تو ای حالته برا بیا رو وردار؟ امید اسپیکر رو یادت نره